ترجمه و تفسیر سوره مبارکه کهف از آیت 65 تا آیت 110 با اجرای استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم زاهدان مولانا عبدالغنی بدری تقدیم می‌گردد. برای دیدن بیشتر ویدیوها کانال یوتیوبی ایمان زلال را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید و برای نشر دعوت اسلامی ویدیوهای شبکه را برای دوستان و عزیزانتان ارسال نمایید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. در ادامه واقعه و داستان سفر موسی علیه السلام که یک سفر علمی بود و یک سفر آموزشی بود. الله عز و جل موسی علیه السلام را فرستادند که موسی عالمتر از خود ببیند. رسید به موسی که به مجمع البحرین بره. بعد از اینکه حضرت یوشع که خادم موسی بود به موسی گفت که ما ماهی را همونجا فراموش کردیم، اونجا که استراحت کردیم، اونجایی که مقداری ماندیم و ماهی در واقع به صورت عجیبی پرید و داخل دریا رفت. موسی علیه السلام گفت که مسیر ما و مقصد ما اونجا بوده. بنابراین برگشتند. وقتی که برگشتند اونجاها را گشتند که این بنده صالح پروردگار را پیدا بکنند. اونطوری که در روایت ها هست موسی علیه السلام اطراف را میگشت، دید که پشت سنگی فردی استراحت می کند و خواب هست. گفت که السلام علیکم. وقتی که سلام گفت اون گفت که اینجا سلام از کجا؟ چون که سلام در واقع روش اهل دین هست و جواب سلام گفت و گفت که کی هستی شما؟ گفت موسی هستم. حضرت خضر علیه السلام از قبل درباره موسی علیه السلام اطلاعاتی داشت. گفت موسی بنی اسرائیل؟ گفت بله موسی بنی اسرائیل هستم. ایشان خوش آمد گفت و موسی را به حضور پذیرفت. بعد از اون موسی علیه السلام بهش گفت که من آمدم که چند روزی در خدمت شما باشم، همراه شما باشم. خضر علیه السلام اینجا برای خلوت خودش، اینطوری که از آیات معلوم میشه، برای خلوت می آمد. ما در انبیاء گذشته و تاریخ انبیاء گذشته داریم که انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات قوم را ارشاد می کردند، قوم را راهنمایی می کردند، اما گاهی از قوم فاصله می گرفتند و با ربشون خلوت می کردند. می رفتند یک گوشه، یک غاری، یک جایی. موسی علیه السلام کوه تور می رفت و اونجا با رب سبحانه و تعالی مناجات می کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از تبلیغ و بعد از جهاد و بعد از فعالیت هایی که انجام میداد هر رمضان در عشره اخیر اعتکاف می نشست و در این اعتکاف گویا با رب العالمین خلوت می کرد. لذا این خلوت در همه انبیا بوده. خضر علیه السلام در این منطقه می آمد، با رب سبحانه و تعالی خلوت می کرد، یعنی مستقیما به عبادت می پرداخت، دیگه کاری نمی کرد، فقط راز و نیاز، طاعت و بندگی، سجده و دعا و نیایش. لذا اینجا وقتی که موسی به او گفت که من میخوام با تو همراه بشم، خضر علیه السلام گفت نمیتونی. دلیلش را خدمت شما عرض میکنم، اما قبل از این آیه اول قرآن نام نگرفته که اسم این شخص خضر هست.
قرآن میفرماید فوجد عبدا من عبادنا، اون دو یافتند، یعنی موسی و یوشع یافتند و دیدند بنده ای از بندگان ما را. اما در احادیث اسمش خضر آمده. خضر هم میگویند، خضر هم میگویند، خضر هم میگویند، هر سه درسته. اصل خضر یا خضر یا خضر به معنی سبزی هست، آبادانی هست. میگویند که هر جا که ایشون می نشست و از اونجا بلند می شد، الله تعالی اون محل را سبز می کرد، اون محل آباد می شد، چون از خاصان خدای عزوجل بود، با الله تعالی رابطه مخصوصی داشت. اما بحث اول ما اینجا امروز میخوایم مطرح بکنیم اینه که آیا خضر علیه السلام پیغمبر بود یا ولی از اولیاء بود؟ بسیاری از علما معتقدند که خضر پیغمبر نبود، خضر ولی بود، از اولیاء الهی بود. اما قول دقیق، قول محقق و قول درستر و راجحتر اینه که خضر علیه السلام پیغمبری از پیغمبران الهی بود. به چه دلیل؟ به دلیلی که اولا کلمات و واژه هایی که برای خضر در همین آیه به کار برده شده، این کلمات را الله تعالی برای انبیا به کار میبرد. مثلا اینجا میفرماید موسی و یوشع بنده ای را دیدند از بندگان ما که آتیناه رحمتا من عندنا، ما به او بنده خودمون رحمت داده بودیم از جانب خودمون. رحمت یعنی نبوت. و علمناه من لدنا علما، و ما از جانب خودمون او را تعلیم دادیم، علم خاصی به او دادیم. ببینید همین کلمات درباره بقیه پیامبران به کار برده شده. حضرت نوح علیه السلام را الله تعالی می فرماید، شما در سوره هود خواندید، الله عزوجل می فرماید که نوح علیه السلام به قومش اینطور تبلیغ کرد: قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی و آتانی منه رحمتا. ای قوم، اگر من دلیل داشته باشم و خدا به من رحمت بده، رحمت یعنی نبوت. بس ببینید عیناً همین چیزی که برای خضر به کار برده شده اونجا برای نوح علیه السلام به کار برده شده. در همون سوره هود برای حضرت هود هم همین کلمه هست. حضرت هود به قومش چی گفت؟ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده، و آتانی رحمتا من عنده، اگر من دلیل داشته باشم و خدا به من رحمت بده از پیش خودش. رحمت یعنی نبوت. پس این واژه رحمت، آتانی رحمتا من عنده، برای هم حضرت هود به کار برده شده، هم برای حضرت نوح به کار برده شده. اینجا خداوند برای خضر به کار برده. چی میفرماید؟ بنده ای را دیدند که آتیناه رحمتا من عندنا، ما به او رحمت دادیم، ما به او رحمت دادیم یعنی نبوت دادیم. و علمناه من لدنا علما، و ما از جانب خودمون بدون کسب کردن به او علم دادیم. بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که همه انبیاء الهی مستقیما شاگرد خدای عزوجل هستند، به این معنی که پیش هیچ استادی دوزانو ننشستند، پیش هیچ استادی درس یاد نگرفتند، مستقیما خدا به اونها علم داده. به حضرت آدم خدا می فرماید و علم آدم الاسماء، به حضرت داود الله می فرماید و علمناه صنعة لبوس لكم، به حضرت رسول الله الله تعالی می فرماید و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی خدا به تو علم داد، خدا مستقیم داد. خدا می فرماید ما به او علم دادیم. اینجا برای خضر هم همین واژه به کار برده شده، یعنی معلوم میشه که خضر هم بلا واسطه شاگرد خداوند هست، مستقیم از خدا علم کسب کرده بود. پس انبیا این چنین هستند. این صفتی که هست انبیا هست. و علامه آلوسی هم نوشته
والجمهور على انها الوحی و النبوة. جمهور بر این عقیده هستند که این رحمت و علمنا به معنی وحی و نبوت است و قد اطلقت على ذلك فی مواضع من القرآن. در جاهای دیگری در قرآن برای انبیاء دیگه به کار برده شده. پس معلوم میشه که خضر علیه السلام پیغمبری بود. و یکی دیگر از دلایل قویتر و این دلیل مهمتری هست، توجه بفرمایید، و اینه که هیچ ولی از اولیاء نمیتونه بر اساس خوابی که میبیند یا بر اساس کرامتی که خدا به او میده یا بر اساس الهامی که به او میشه کار خلافی انجام بده. مثلا یک ولی در خوابش میبینه که فرزند خودت را برو برای خدا قربان بکن، اجازه نداره این کار را بکنه. خواب ولی فرق میکنه با خواب پیغمبر. ابراهیم وقتی در خواب میبینه این کار را میکنه، ولی یک ولی از اولیاء این را ببینه نمیتونه این کار را بکنه. اون چیزی که خدا به پیغمبر القا میکنه از نظر یقین بودن فرق داره با اون چیزی که خدا به یکی از دوستانش القا بکنه. لذا ولی حق نداره این کار را بکنه. حالا ببینید خضر علیه السلام اینجا خدا بهش وحی میکنه. حتما این وحی نبوت است که این بچه را برو بکش. میره بچه را میکشد. ولی نمیتونه بر اساس یک الهامی که او بشه بچه را بکشه، انسانی را بکشه. فردا خودش را قصاص میگیرد، بگه به من الهام شده. بالاخره الهام ولی در جایگاهی نیست که یک حجت شرعی باشد، اما وحی پیغمبر بله. پس ببینید اینجا خدای تعالی میفرماید که خضر علیه السلام اون بچه را کشت، گفت فردا این بچه بزرگ میشه پدر و مادرش را به فساد میکشه، به شرک وادار میکنه. معلوم میشه که این پیغمبر خدا بوده که با این قاطعیت میره بچه مردم را میکشد. این دلیل دیگری هست که خضر علیه السلام پیغمبر خدا بود. اما یک بحثی که بعداً باید عرض بکنم ولی بعدا شاید فراموش بشه، همینجا میخوام خلاصش بکنم. اون اینه که آیا خضر علیه السلام که خضر نبی هست، خضر پیامبر هست، خضر حیات داره؟ آیا هنوز زنده هست؟ چون یک بحثی در کتاب ها مطرح است به عنوان حیات خضر. بعضی معتقدند که دو تا از پیغمبران غیر از عیسی علیه السلام که در آسمان ها هست، بعضی معتقدند دو تا از پیغمبران زنده هستند. یکی حضرت الیاس و یکی حضرت خضر. این دو تا از پیغمبران زنده هستند. و بعضی از اهل خرافات و اهل شرک باز از اینجا یه استنباط سوئی هم میکنن، میگویند که الیاس در بیابان هاست زنده و خضر در دریا هاست زنده هست. لذا هر وقتی که شما به مشکلی گرفتار شدید، برای شما مصیبتی آمد، شما اونجا اگر در بیابان بوده الیاس را صدا بزن، حضرت الیاس بیاریت میآید. و اگر در دریا بودی میخواستی غرق بشی، حضرت خضر را صدا بزن، خضر به مشکلت رسیدگی میکنه. اولا این عقیده که یک عقیده خرافی هست، این عقیده یک عقیده شرکی هست. انسان هر جا که مشکلی گرفتار میشه باید رب را صدا بزنه. الله میفرماید منو بخوانید، من نزدیکترم از هر کسی، من میشنوم، من میبینم، من تمام احوال را مشاهده میکنم، اما این بندگانی که شما صدا میزنید خبر ندارد. اما نفس حیات خضر و حیات الیاس این از هیچ آیه و از هیچ حدیث صحیح ثابت نیست. اینکه اینها زنده باشند ثبوتی نداره و قول درست درباره اینها این هست که اینها وفات کردند. به چه دلیل اینها وفات کردند؟ خب الان بعضی میگن خب کجا آمده که اینها وفات کردند؟ کی وفات کردند؟
کجا دفن شدند؟ بعضی دلیلشون همینه. خب درباره همه انبیا ما همین نمیدونیم که وفات کردن، کجا وفات کردن. حضرت صالح کجا وفات کرد؟ حضرت هود کی وفات کرد؟ حضرت لوط کی وفات کرد؟ هیچ پیغمبری ما علم نداریم کجا دفن شدن، چه زمانی وفات کردن. این ندانستن ما دلیل نمیشه که اینا زنده باشد. پس اینها حیات ندارن و دلیل عمده‌ای که مشایخ ما و اساتید ما میگیرن، بنده اون آیه را خدمت شما خواندم در سوره آل عمران هست که خداوند از همه انبیا عهد گرفت. ای پیامبران من، شما برید تبلیغ بکنید، اما در پایان سلسله نبوت یک پیغمبری می آید که این پیغمبر ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول می آید که هرچی که تعلیماتی که شما دارید، کتابهایی که شما دارید، اون رسول تصدیق میکنه، تایید میکنه. اون رسول که آمد، شما همه پیامبران وظیفه دارید لتؤمنن به ولتنصرن، حتما به او ایمان بیاورید و حتما او را یاری کنید، در جنگ ها، در غزوات در کنارش باشید. منظور چیه؟ منظور اینه که پیروان شما، کسانی که خودشون را به شما پیامبران نسبت میدن، اونها وظیفه دارن در کنار اون رسول باشند. بعدا خدا به پیامبران گفت قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، ای پیامبران این توصیه که به شما کردم اقرار میکنید و با من عهد میبندید؟ قالوا اقررنا، همه پیامبران گفتن خدایا ما اقرار میکنیم. خداوند فرمود قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، پس شما گواه باشید، منم گواه که این پیامبر آمد، باید شما به او ایمان بیارید. خب اگر واقعا این دو پیامبر زنده بودند، وقتی رسول الله آمده بود بر اونها واجب بود می آمدن با رسول الله بیعت می کردن، ایمان می آوردن، در جنگ بدر شریک می شدن، در احد شریک می شدن، در خندق و فتح مکه و تبوک و در تمام جنگ‌ها در کنار رسول الله می بودن. ولی چنین چیزی نیست. معلوم میشه که این دو تا پیامبر مثل بقیه انبیا وفات کردن، در این دنیا نیستن. این لذا دلیلی ندارن کسانی که میگوین حضرت خضر علیه السلام زنده هست. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر 100 سالی لا یبقى علی رأس المئة، 100 سال که میاد باقی نمیماند ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، اونایی که امروز هستند بعد از 100 سال یکی از اینها هم نیست. معنیش اینه که همه میمیرند. پس بر اساس این حدیث هم اونها 100 سال سر 100 سال از این دنیا رفتن. علی ای حال اعتقاد ما اکثریت اهل سنت و جمهور اهل سنت اینه که خضر علیه السلام پیغمبری بوده، اما الان نیستند، وفات کرده. خب خضر علیه السلام وقتی که موسی پیشش رفت، موسی بهش گفت قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، ای خضر آیا من تو را دنبال بکنم، اتبعك من تو را دنبال بکنم، به خاطر چی؟ على ان تعلمني، به خاطر اینکه به من یاد بدهی، مما علمت، از اون چیزی که تو آموخته شدی، خدا به تو یاد داده، رشدن از نظر راهنمایی، از نظر علم، میتونی من هم راهنمایی کنی، مرا هم یاد بدی. خضر علیه السلام همون ابتدا معذرت خواهی کرد، گفت ای موسی انك لن تستطيع معي صبرا، قال انك لن تستطيع، تو هرگز نمیتونی با من صبر کنی، تو هرگز نمیتوانی با من صبر بکنی. چرا؟ ببینید علمی که خدای عزوجل به خضر علیه السلام داده بود علم تکوینی بود و علمی که موسی علیه السلام داشت علم تشریعی است. علم تکوینی علمی است که خداوند به فرشتگان داده، چون فرشتگان مسئولیت دارند. خداوند مثلا دستور داده
که بعد از این مدت این گروه از انسان ها باید بمیرند، بعد از این مدت این گروه بمیرد، بعد از این مدت این منطقه باید زلزله بیاد، این منطقه باران بیاد، اینجا بهار بشه، اینجا قحط بشه، اینجا فلان اتفاق، اینجا هر چی که در عالم کون هستند، در عالم تکوین هستند، یعنی در زمین و آسمان و کوه و دشت و دمن و جنگل و جزیره، هر اتفاقاتی که قرار بیفته، سونامی میاد، فلان میاد، اینها را خداوند به فرشتگان داده، علمشون را داده، چون فرشتگان اونجا مأموریت دارند. فالمدبرات امرا، همه امور را اونها رتق و فتق میکنن به دستور خدا، اونها انجام میدهند. لذا خضر علیه السلام خداوند بخشی از علم تکوین به او داده بود که چه حادثه اتفاق میفته، چه مشکلی پیش میاد. اما علم موسی علم تشریعی بود. علم تشریعی یعنی علم شریعت، این حلاله، این حرامه، این انجام بده، این انجام نده. این علم موسی علیه السلام بود. بنابراین خضر علیه السلام گفت ای موسی، من بر اساس اون علم تکوینی، بر اساس اینکه خدا به من میگه آینده چه کار باید بکنی و برای آینده چه برنامه ریزی باید بکنیم، بر اساس اون من اقدام میکنم. اما این چه بسا از همین اقدامات با علم شرعی شما سازگاری ندارد، شما نمیتونید تحمل بکنی، بنابراین شما نمیتونید صبر کنید، شما با من نیا. موسی خضر به موسی گفت و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه صبر میکنی بر اون چیزی که احاطه نکردی اونها را از نظر خبر، یعنی از نظر علم. از نظر علم تو نمیدونی چی میشه، خب چطور میتونی صبر کنی؟ موسی علیه السلام به خضر چی گفت؟ قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، عن غریب مرا میبینی اگر خدا بخواد. بازم به خدا موکول میکنه، هر چیز باید به خدا موکول بشه. انسان از خودش نباید به خودش اعتماد به نفس چنانی داشته باشه که بدون خداوند بتونه سر پاش بیسته. لذا میفرماد ان شاء الله صابرا، اگر الله بخواهد مرا صابر میابی، ولا اعصی لك امرا، من امر تو را نافرمانی نمی کنم. معلوم میشه کسی که کسی را به عنوان استاد قبول میکنه دیگه نباید نافرمانیش بکنه، هر چی میگه بگه چشم، وقتی اعتماد بهش هست. خب خضر علیه السلام اولین شرط کلاس خودش را گفت. اولین شرط اینه که با من همراه میشی، سوال نکن، نگو چرا، دلیل نپرس، علت نپرس، سکوت کن، آخر خودت میدونی. قال فإن اتبعتنی، اگر مرا دنبال کردی، اگر مرا همراهی کردی، فلا تسألنی عن شیء، از من سوال نکن از هیچ چیزی، حتی احدث لك منه ذکرا، حتی من بیان کنم برای تو از اون ذکری، من ذکر کنم که جریان چیه، من خودم میگم، تو نگو چرا این کار را کردی یا چرا نکردی. موسی گفت باش، قول داد، رفتند. فانطلقا، هر دو رفتند. اینجا الان سوالی هست که این دوتا رفتن تا آخر میگن این دوتا انجام دادن. خب موسی علیه السلام رفیقی داشت، شاگردی داشت، حضرت یوشع. اون چی شد؟ اون قرآن نگفته که اون کجا رفت. الان مفسرین احتمالات ذکر کردند. یک احتمال اینه که موسی به او گفت همینجا بمان، ما میریم جلوتر، تو همینجا در مجمع البحرین بمان. او همونجا منتظر شد تا این دوتا برند و برگردند. یک قول دیگه اینه که موسی اون را گفت که تو برگرد، برو به شام، برو به خانه، برو، من میام. این دو احتمال هست. یک احتمال دیگر که قوی تر است اینه که اونم شاگرد موسی بود، خادم موسی بود، او همراه بود، او همراه بود، ولی در ذکر و در یاد دیگه اسم همراهان را نمیبرند. یک شخصیتی میآید، شما میگید که شیخ آمد،
دیگه نمیگه شیخ و صوفی رضا آمدن دیگه، اون خادم را کسی نام نمیبره دیگه، میگه شیخ آمد دیگه. لذا کسی که به عنوان خادم هست اون را نام نمیبرند، بس اونم همراه بود ولی قرآن اون را ذکر نکرده. قرآن اسم موسی و اسم خضر را ذکر کرده. فانطلقا، آن دو رفتند دیگه. حضرت یوشع هم به عنوان خادم همراه بود، نامی از او برده نشده. لذا قرآن می فرماید فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، حتی وقتی که سوار شدن کشتی میخواستن که برن به جزیره داخل دریا برن، جزیره بود. این کشتی را کشتیبان و کسانی که سواران کشتی بودن اینا را احترام گذاشتند. حتی تو روایت ها میاد که از اینا کرایه نخواستند. خضر را شناختند. خضر آدم معروفی بود، یکی از بزرگان بود، پیغمبر بود، قابل احترام بود. کرایه ازشون نگرفتند، گفتن سوار شید همینطور. اینا وقتی که سوار شدن مقداری که رفتند، خضر شروع کرد یک تکی از این کشتی را شکست، پارهش کرد به اصطلاح. حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، او را پاره کرد، تختش را شکست. موسی تعجب کرد، فراموش کرده موسی توصیه خضر. قال اخرقتها لتغرق اهلها، این شکستی میخوای اهل کشتی را غرق میکنی؟ چرا میخوای خودکشی کنی؟ لتغرق اهلها، میخوای عاقبت این بشه که اهلش غرق بشند. لقد جئت شیئا امرا، تو کار ناپسندی کردی، ناگواری کردی، کارت نادرست بود خضر. موسی دیگه کاری که بظاهر نادرست باشه تحمل نداره. خضر علیه السلام اولین تذکر را داد. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، بهت نگفته بودم تو نمیتونی با من صبر کنی، با من همراهی بکنی، تو تحملش را نداری. موسی به یادش آمد، ولی از اینجا معلوم میشه فراموش کرده بود. موسی گفت قال لا تؤاخذنی بما نسیت، ای خضر بر چیزی که من فراموش کردم مؤاخذه نکن. آدم که فراموش بکنه دیگه مؤاخذه نمیشه. آدم فراموشکار مکلف نیست. ولا ترهقنی من امر عسرا، در امر من بر من سختی نکن، سخت نگیر. رهق میگن تحت پوشش قرار دادن را، یعنی در امر من چنان پوشش سختی بر من نیاور، بر من سختی تحمل نکن دیگه، ببخش، نادیده بگیر. باشه اینو نادیده میگیرم. فانطلقا، دوباره هر دو رفتند. حتی اذا لقی غلاما، حتی وقتی که غلامی را ملاقات کردند. غلام به معنی پسر بچه نابالغ را میگن غلام. فقتله، خضر علیه السلام او را فوراً کشت. بچه‌ای بود داشت میرفت جایی، به او حمله کرد، اون را از بین برد. اونجا وقتی که تو اون جزیره رفتن، موسی علیه السلام ناراحت شد، این چه کاریه؟ قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، تو کشتی یک نفس پاکی را، پاک یعنی بیگناه، بدون اینکه نفسی دیگر را کشته باشد، در عوض نفسی نیست، همینطور به ناحق چرا کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، این کار معقولی انجام دادی، منکری انجام دادی، ناپسنده، کارت خوب نیست، این چه کاری که تو داری میکنی؟ حضرت خضر علیه السلام این بار با تأکید بیشتری گفت. اول گفت الم اقل انک، الان میگه اقل لک. موسی مگه به خودت نگفتم انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی؟ تو که تحملش را نداری، نه با من همراهی نکن. موسی الان متوجه شد که من نباید اعتراض بکنم، من باید خودم را کنترل بکنم.
چرا کنترل نمیتونم بکنم؟ ببینم جریان چیه. بنابراین موسی این بار عهد کرد، عهد موسوی، پیمان موسی. قال ان سألتك عن شيء بعدها، گفت اگر من از تو سوال کردم از چیزی بعد از این جریان، بعد از این واقع، اگر یک بار دیگه سوال کردم، اعتراض کردم، فلا تصاحبنی، مرا همراه با خود نبر، دیگه مرا همراه نکن، این بار سوم ببخش، همین یک بار سب. قد بلغت من لدنی عذرا، اون وقت از جانب من تو به عذر رسیدی، یعنی معذورید، حق داری من نبری. گفت باش، این عهد تو هست، این پیمان را بستی، عهد را بستی، من یک بار دیگه به تو فرصت میدم. فانطلقا، آمدن، رفتن اونا، رفتن تو همین جزیره به یک روستایی رفتن. اول گفتم به مردم روستا که به ما مقدار غذا بدید، ما گرسنه‌ایم. راه طولانی آمده بودند و در راه مذاکرات هم زیادی بوده. قرآن همون مقصودی ها را ذکر می کند، اونه که غیر مقصودی هستن ذکر نمی کند. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریة، حتی وقتی که پیش اهل یک قریه آمدن، استطعما، از اونها طعام خواستن، گفتن غذا به ما بده، مقداری نان، غذا چیزی نیست، گرسنه هستیم. استطعما اهلها، از اهل اون طعام خواستن. فابوا ان یضیفوهما، اونا انکار کردن که به اینها میزبانی اینها را بکنن، به اینها ضیافتی بهشون بدن، غذایی بهشون بدن. ندادن، گفتن نه نداریم، نمیدیم، هر چی گفتن خلاصه ندادند. اینا ناامید شدن، میخواستن برن بیرون از روستا. گوشه روستا دیواری بود، این دیوار کج شده بود، در شرف سقوط بود، میخواست بیفته. خضر علیه السلام گفت بیا کمک کن، این دیوار رو درست میکنیم. خضر استا و موسی شاگرد دیوار را تعمیر کردند با شکم گرسنه. چقدر اذیت شدند تا کار تمام شد. آخر کار تمام شد بدون نتیجه، نه ریالی دریافت کردن، نه قرص نانی. موسی علیه السلام اینجا اعتراض نکرد، پیشنهادی داد. موسی گفت که فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض، اونجا دیواری را دیدن که میخواست بیفته. یریدو یعنی یکادو، نزدیک بود که ان ینقض، ان یسقط، بیفته. فاقامه، حضرت خضر علیه السلام دیوار را راست کرد. موسی گفت که خب بنده خدا، از صبح اینجا کار کردیم، گرسنه هستیم، همین رو در عوض میکردی، میگفتید 2 قرص نان به ما بدید، ما این دیوار شما درست میکنیم. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اگر میخواستی بر این یک مزدی میگرفتی، یه پولی میگرفتی، ما خودمون گرسنه هستیم. خضر گفت ببین موسی، دیگه بر اساس همون عهدی که تو با من بستی و وعده‌ای که تو با من کردی دیگه تمام، بیشتر از این تو با من همراهی نمی‌کنی. قال هذا فراق بینی و بینک، این جدایی هست، وقت جدایی است بین من و تو، دیگه من و تو همراه نمیشی. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این آیه را می‌خواندند و اینجا رسیدند و داستان خضر موسی را فرمودن کاش موسی صبر میکرد، کاش موسی صبر میکرد، چیزی نمیگفت تا ما میدونستیم جلوتر چه چیزهایی میبینن و جلوتر چه خبرهایی هست. یعنی گویا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم علاقمند بودند مثل من و شما که موسی اعتراض نمیکرد تا جلوتر ببینیم، چون اینجا 3 از اسرار را ما میدونیم، 3 اتفاق که بظاهر ناگوار بودند، ولی این اتفاقات پشت سرشون چیزهایی هست. من اینجا ادامه میدم انشاءالله آیات را، اما یک مطلبی را میخوام عرض کنم. گاهی برای ما هم اتفاقاتی میفته، حوادثی میفته
که ما وقتی که به نفس حادثه، به نفس اتفاق وقتی که نگاه میکنیم برای ما قابل تحمل نمیشه، صبر نداریم. اما وقتی که حکمت هایی که خدا، هر کار خدا حکمت داره، ولی اینجا 3 تا از حکمت ها را حضرت خضر بیان کرد. بقیه حکمت های کارهای خدا را ما نمیدونیم. حکمت های خدا که داره، حتما داره در هر کاری، اون حکمت ها را چون وقتی که نمیدانیم و در نظر نمیگیریم داد و فریاد زیاد میکنیم، بی صبری زیاد میکنیم. لذا همیشه حادثه ای که از سوی خداوند است، اتفاقی که خدا پیش میاره، یه تصادفی میشه، یه جایی مالی را شما از دست میدهید و شکست میکنید، شما بدون قطعا حکمتی داره، خیری داره. اگر به اون بعد حکمتش که ما اون را نمیدونیم این چیه، به اون بعد حکمتش ما فکر بکنیم، حتما ما صبور میشیم، حتما ما تحمل میکنیم. ولی اگر به بعد حکمتش نگاه نکنیم، نادیده بگیریم، خب انسان طبیعی خیلی غمگین میشه، خیلی برای انسان فشار میاد. لذا این نکته رو میخواستم عرض کنم، با توجه به این داستان موسی و خضر همیشه حکمت ها را شما در نظر داشته باشید. خب خضر گفت که هذا فراق بینی و بینک، ای موسی این دیگه جدایی من و تو هست. سأنبئک، داریم برمیگردیم، ان قریب برای تو بیان میکنم، بهت خبر میدم، به تأویل ما لم تستطع علیه صبر، یعنی توجیه آن کارهایی که تو نتوانستی بر ما صبر کنی. توجیه اونها را بهت میگم، دلیل را میگم، علت را بهت میگم. علت اولی، حکمت جریان اول، اما السفینة فکانت لمساکین، اما این کشتی مال چند تا مسکین بود. قبلا خدمت شما در تعریف فقیر و مسکین عرض کرده بودم که بعضی گفتم مسکین اونه که هیچی نداره، بعضی با توجه به این آیه گفتم مسکین اونه که کمکی داره، قوت لایموت داره، یک درآمدی داره، اما این درآمدش کفاف نمیکنه. اینا الان ببینید، بعضی گفتن 10 تا مسکین بودن، شریک بوده یک کشتی، همه با هم کرایه کشی میکردن به صورت نوبتی. پس اینا را قرآن مسکین میگه. پس معلوم میشه اون کسی که درآمد اندکی داره، درآمدی که کفافش نمیکنه و گرسنه میمانه، بچه‌هاش گرسنه میمانند، نمیتونه از این درآمدش بچه‌هاش را کاملا سیر بکنه، یا نمیتونه برای اونها واقعا برای عیدشون لباس بخره، یا نمیتونه با این درآمدش قسط هایی که مثلا داره وام داره هست پرداخت بکنه، این مسکین است. به این شما میتونید کمک مالی بکنید، به این میتونید زکات بدهید، ولو اینکه اون درآمد اندکی داشته باشه، بساطی داشته باشه. لذا میفرماید این کشتی مال مساکینی بود که یعملون فی البحر، در دریا کار میکردند. فاردت ان اعیبها، من خواستم که اون را معیوب بکنم، معیوب بشه از نظر اون پادشاه ظالمی که اونجا ایستی زده و کشتی ها را چک میکنه، از نظر اون میفته، اون میگه این به درد نمیخوره. من میخواستم معیوبش بکنم. الان ببین این کشتی معیوب که برای صاحبانش میماند، فردا میتونه عیبش را بگیرن. این بهتره یا نه اصلا بی کشتی بشند؟ همون اولی بهتره دیگه. پس اون چیزی که من، کاری که من انجام دادم حکمتی داشت. گاهی برای شما هم یک مسئله پیش میاد، ناراحت نباشید. به عنوان مثال یک کسی ماشینش میخواد با ماشین بره، شب عجله داره، سوئیس را گم میکنه، اینقدر ناراحت میشه، میزنه تو گوش این بچه، تو گوش اون بچه، نمیدونه چه حکمتی هست. اینکه با ماشین نری بهتره، تو نمیدونی در آینده و جلوی راه چه خبره. لذا هر کاری
که انجام میگیره خدای عزوجل در او حکمتی گذاشته. لذا برای حوادث و اتفاقات ناراحت نباشید. وکان وراءهم ملک یأخذ كل سفینة غصبا، یعنی ورای اون طرف اون، این دلیل پاره کردن کشتی است. پادشاه ظالمی بود که یأخذ كل سفینة، میگرفت هر کشتی را، هر کشتی صحیح را، سفینة صحیحة، سفینه سالمی را غصب میکرد. لذا من نخواستم کشتی اینایی که به من و تو اینقدر احسان کردن، من و تو را مفت بدون کرایه بردن، نخواستم به دست اون پادشاه ظالم بیفته. لذا کشتیشون را شکستم تا بالاخره این کشتی معیوب بشه. حکمت کار دوم این بچه. و اما الغلام، اما این پسرک، فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش مؤمن بودند، پدر و مادرش مؤمن بودند. اما در آینده این بچه فساد و کفر و عرض کنم شرک و اینها نوشته شده. فخشینا ان یرهقهما، ما ترسیدیم که ان یرهقهما طغیانا و کفرا، این بچه اون پدر و مادر را تحت پوشش قرار میده از نظر طغیان و سرکشی و کفر، یعنی اونها به دلیل محبت بچه اونها هم کافر نشند، اونها دین بچه را انتخاب نکنند. شما دیدید که بچه ها خیلی تأثیر روی پدر و مادر میذارند. متاسفانه پدران و مادران کمتر تأثیر روی بچه میذارند، بچه ها زیاد تأثیر میذارند. ما دیدیم بعضی از پدرها و مادرها هستن که الحمدلله مؤمنن، نمازگزارن، اما نمیتونن بچهشون را نمازی بکنن. البته این دلیلش، علت اصلیش اون تربیت اصلیه که ما بر اساس اون روشی که رسول الله فرموده تربیت نمیکنیم. خب این پدر و مادر نمیتونه در بچه تاثیر گذار باشه. پدر و مادر نماز میخوانه، بچه نماز نمیخوره. پدر و مادر روزه میگیره، بچه روزه نمیگیره. اما میبینیم بچه وقتی که بزرگ میشه و محبوب پدر و مادر میشه، بچه تاثیر میگذاره در پدر و مادر. مثلا پدری هست که نه نماز میخونه، نه توجهی داره، یهو میبینیم بچهش میره جماعت، بچهش خوب میشه، بچهش نمازی میشه. چون پدر این بچه را دوست داره، از همین بچه رنگ برمیداره، نمازی میشه. این بچه کم کم پدر خودش را هم میکشه به مسیر خودش، اون را هم نمازگزار میکنه. پس بچه ها تأثیر بیشتری دارد تا اینکه پدر و مادر بر روی بچه تأثیری داشته باشه. لذا ما میترسیدیم که این پدر و مادر و مؤمن را این بچه فردا گرفتار کفر و شرک و گناه و معصیت نکنه. پس خدا چه اراده داشت؟ این بچه بمیرد، یک بچه دیگری جایگزین این صالح به اونها بدهد، اونی که مقدرش این کفر و شرک نباشد. لذا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا، پس ما اراده کردیم ان یبدلهما ربهما، این که تبدیل بکند برای اون پدر و مادر ربشان بهتر از اون بچه، زکات از نظر پاکی در دین و اقرب الرحمه، از نظر شفقت پدر و مادر هم شفقت نزدیکتری داشته باشه، یعنی بیشتری داشته باشه. خدا خواست که به اینها فرزندی بده که این فرزند فردا هم شفیقتر باشه و هم از نظر پاکی دینی پاک باشه. زکات شما قبلا خواندید، زکات در دین یعنی پاکی از شرک، یعنی فرزند مشرکی نباشه. سومین جریان که دیوار را درست کردم، و اما الجدار، اما دیوار ای موسی، فکان لغلامین یتیمین، این دیوار مال دو تا بچه یتیم بود، فی المدینه، تو شهر بودند. و کان تحته کنز لهما، زیر همین دیوار یک خزانه بود مال اون دو تا بچه بود. و کان ابوهما صالحا،
پدر این دوتا بچه آدم صالحی بود، فوت کرده، الان یتیمن دیگه. اگر این دیوار می افتاد مردم اون خزانه را می دیدن، بر می داشتن، فردا این دوتا یتیم از اون نعمت ارث پدر محروم می ماندند. پس خدا اینجا چه اراده کرد؟ فاراد ربک ان یبلغ اشدهما، ربت خواست که این دوتا بچه به سن رشد و به سن قوت برسند و یستخرجا کنزهما، خودشون خزانه خودشون را بیرون کنند. رحمتا من ربک، این رحمتی بود برای این دوتا بچه از جانب رب. ببین اینجا من چند تا نکته در کلماتی که قرآن آورده میخوام عرض کنم بیشتر برای طلاب عزیز. اینجا 3 تا حادثه هستند، اما صیغه هایی که قرآن استفاده میکنه به نقل از خضر فرق میکنه. در اولین صیغه که شکستن چی هست؟ شکستن کشتی هست. اونجا خضر میگه فاردت، من خواستم، من اراده کردم. دومین که کشتن بچه هست و بعد جایگزین کردنش، اونجا میگه فاردنا، ما اراده کردیم. سومین که اصلاح دیوار هست، اونجا میگه فاراد ربک، رب تو اراده کرد. چرا این صیغه ها اینقدر متفاوته؟ ببینید همه کار را خدا میکنه، اما ادب این را تقاضا میکنه که اون کاری که ناپسند اون را به خود نسبت بده. اون اولین بحث شکستن و خرابی هست. اونجا میگه فاردت، من خواستم، دیگه نمیگه خدا خواست که کشتیشون خراب بشه، میگه من خواستم. همینطور وقتی شما و یک کاری خراب میشه نگید که خدا خواسته. بعضی هم میگن که چرا این انسان را به ناحق کشتی؟ میگه خدا خواسته. یعنی چه خدا خواسته؟ یعنی خدا خواسته تو بری قتل بکنی؟ تو بری انسان را به ناحق بکشی؟ درسته هر چیز بدون خواست خدا نیست. رضایت خدا چیزی دیگه هست، خواست خدا چیزی دیگه هست. ولی انسان یک کار نادرست را به خدا نسبت نده. چرا این کار خوب را کردی؟ بگو خدا خواست، این را به خدا نسبت. ببین خضر همین کار را میکنه. اونی که اونجا خرابیه میگه فاردت، تو به ظاهر هیچ اصلاحی نیست. اما در دومی 2 بعد داره. یک بعدش کشته شدن بچه هست، یک بعدش جایگزین کردن این بچه با یک بچه دیگه. خب اون کشته شدن را به خود نسبت میده، اون جایگزین کردن بچه را به خدا نسبت میده. چی میفرماید؟ فاردنا، ما خواستیم، یعنی من کشتم، خدا جایگزینش بچه صالح تری داد. اما سومین بحث خرابی نیست، اونجا بحث چیه؟ اصلاح، بحث درست کردنه. اینجا در سومی میگه فاراد ربک، نمیگه من خواستم یا منم شریکم، رب تو خواست. متوجه شدید؟ پس این یعنی کمال ادب. انسان حتی کلماتی که نسبت به پروردگار میگه، در این کلمات هم ادب را باید چی بکنه؟ رعایت بکنه. این یک نکته. و نکته دیگری که برای شما پدران دارم از این آیه قرآن مجید استنباط میکنم، هر کسی از ما پدر هستیم، برای همه ما که پدر هستیم، اگر میخواهیم بچه های ما صالح بشند، اگر میخواهیم بچه های ما با ایمان بشند، بچه های ما خائن نباشند، پس از خودمون شروع کنیم. خودمون خوب بشیم، خودمون صالح بشیم، خودمون دیندار بشیم، خودمون با تقوا باشیم. این صلاح ما را خدای تعالی در بچه ها منتقل میکنه. چطور؟ ببین اینجا دیوار میخواد بیفته، 2 تا پیغمبر را خدا مأموریت داده بری این دیوار را درست کنید. چرا؟ چون که میگه وکان ابوهما صالحا،
پدرشون پدر صالحی بود، یعنی خزانه این بچه ها محفوظه به حکم خدا، به دستور خدا، اونم توسط 2 پیامبر. اون دیوار باید درست بشه، چون پدرشون پدر صالحی بود. الله میخواد که فرزندان این پدر صالح دنیایشون ضایع نشه، خزانهشون ضایع نشه. پس وقتی خدا میخواد که دنیای فرزند یک پدر صالح ضایع نشه، دینشون را به طریق اولاد نمیذاره ضایع بشه. یعنی وقتی که پدرها صالح باشند، دیندار باشند، الا ماشاءالله خدا یکی را مقدر کرده مثل فرزند نوح، اون جای خود را داره. اما وقتی که پدران واقعا پدران دینداری باشند، رزق حلال بخورند، رزق حلال بخوره بچه بدند، اخلاقشون در خانه خوب باشه، در خانه دروغ نگند. متاسفانه خیلی تو خونه ها دروغ گفتن است. آقا در میزنه میگه برو بگو که اینجا نیست، خودت داری به بچه دروغ یاد میدی. اینا دیگه تاثیرات منفی دارند. لذا وقتی که فرزندان پدران صالح باشند، حتما فرزندان هم صالح خواهند شد و صلاحشون تاثیر میذارد. لذا میفرماید و کان ابوهما صالحا، چون که پدرشان صالح بود، فاراد ربک ان یبلغا اشدهما، رب تو خواست که این 2 بچه به سن بلوغ و سن رشد برسند، و یستخرجا کنزهما، خودشان خزانه خودشان را استخراج کنند. رحمتا من ربک، این رحمتی از جانب رب برای این بچه ها بود. این مفعول له اراده هست، اراد رحمتا من ربک. و ما فعلته عن امری، ای موسی من خضر این کارها را به امر خودم نکردم، من به امر الله انجام دادم، خدا به من دستور داد این کار را بکنم. معلوم میشه نبی بود که دستور خدا را اجرا میکنه. ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، ای موسی این تأویل آن چیزی هست که تو نتوانستی بر این صبر کنی، تو نتوانستی بر این صبر کنی. لذا الله عزوجل به این صورت موسی را تفهیم کرد که موسی بر دانش خودت، داشتهای خودت، دانستنیهای خودت زیاد بالاخره خوشحال نباش که تو چیزی بلدی، از تو بلدتر هست. موسی متوجه شد که موسی هیچی نمیدونه. تفسیرها نوشتن الله اعلم وقتی که خضر و موسی علیه السلام برگشتن، دوباره سوار کشتی شدند. سوار کشتی شدند و یه پرنده آمد بر لبه کشتی و نک زد، یه قطره آب خورد از آب دریا. خضر علیه السلام به موسی چه گفت؟ گفت که ای موسی، علمی که تو داری و علمی که من دارم و علمی که بقیه تمام خلایق داره، همه این علمها را جمع بکنیم در مقابل علم خدا به اندازه همین قطره آبی که این پرنده برداشت از نسبت به کل دریا چقدر است؟ علم ما نسبت به علم الله همین قدر نیست. واقعا انسان هر چی داره از الله داره. انسان چی بلد هست؟ این بالاترین انسانها بودند. اینا انسانهایی بودند که بشریت را هدایت کردند. اینا در مقابل الله. بعضی وقتا متاسفانه ما انسانها الله را نمیشناسیم، معرفت نداریم، شناخت نداریم، چون قرآن نمیخوانیم. صفات خدا تو قرآن است، قرآن نمیخوانیم، میاریم بندگان خدا را مثل خدا قرار میدیم. العیاذ بالله. خدا عالم الغیب میگه بنده خدا هم عالم الغیبه. خدا از فردا میدونه، میگه این بنده خدا هم از فردا میدونه. العیاذ بالله. لذا این در واقع نشأت میگیره از جهل، از نادانی. بالاخره این شبهه هم مرتفع شد که خضر چیزی نمیدانست. بعضی میگه خضر علم غیب داشت، نه. و ما فعلته عن امری،
ای موسی من هر چی کردم بنابر امر خودم نکردم، بل عن امر ربی، من به دستور رب این کارها را کردم. عالم الغیب خضر نبود، عالم الغیب اون اللهی بود که به خضر دستور میداد اینجا این کار بکن، اینجا این کار بکن. علی ای حال میرسیم به شبهه چهارم، سؤال دیگر درباره ذوالقرنین. الله تعالی آغاز میفرماید با این کلمات، آیه را آغاز میفرماید و یسألونک عن ذی القرنین، ای پیامبر شما را درباره ذوالقرنین میپرسند. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو من ان قریب درباره او برای شما ذکری میکنم، یعنی یاد میکنم که ذوالقرنین کجا رفت، چی کرد، چه بلادی را تصرف کرد. انا مکننا له فی الارض، الله میفرماید ذوالقرنین را ما قدرت دادیم در زمین. تمکین، حکومت کی بهش داد؟ الله داد. پس این قدرت خدایی نداشت، قدرت بشری داشت، الله بهش حکومت داده بود. بنابراین شما بنازید به قدرت الله و بخواهید از اون الله قدیر، نه از بندگانی که خدا به اونها چیزی میده. انا مکننا له فی الارض، ما به او در زمین تمکین و قدرت دادیم. و آتیناه من کل شیء سببا، از هر چیزی ما به او اسباب دادیم. اسباب یعنی چه؟ یعنی اسباب ضروری حکومت و سلطنت، اسباب ضروری پیشرفت، یعنی هر چیزی که نیازش بود، اسباب عادیه مثل سواری، مثل مرکب، مثل اسلحه، مثل سرمایه، اقتصاد، مادیات، همه اینها را ما بهش داده بودیم. به این معنی هست که ما به اون اسبابی که اسباب پیشرفتش باشه دادیم. فاتبع سببا، اون هم اسباب را دنبال کرد، یعنی با این اسبابی که خدا بهش داده بود فتوحاتی در جلوتر انجام داد. کجا رفت ذوالقرنین؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی وقتی که رفت به مغرب شمس، یعنی به جایی که خورشید غروب میکنه. اولا من در رابطه با خود ذوالقرنین مقدار کمی توضیح بدم، بعضی توضیحات بعداً می آید. ذوالقرنین اونطوری که مفسرین گفتند نام یکی از پادشاهان یا لقب یکی از پادشاهان است. یک پادشاه صالح، پادشاه دیندار، پادشاهی که از خدا خط می گرفت. الله می فرماید ما به ذوالقرنین گفتیم ذوالقرنین این کار بکن یا اون کار بکن. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. ای ذوالقرنین اینجا اختیار داری. خدا بهش دستور میداد، دستور خودش را ذوالقرنین از کی میگرفت؟ از خدا میگرفت. بنابراین گفتم پادشاهی، بعضی حتی گفتم پیغمبری بود. ذوالقرنین چی بود؟ پیغمبری بود که خدا میگه ما بهش گفتیم. اما بعضی میگن نه، خداوند به او الهام میکرد. پادشاه صالحی بود، از اولیاء بود، خدا در دلش القا میکرد. بعضی میگن نه، خداوند به وسیله پیغمبر وقت بهش القا میکرد. الان ذوالقرنین کیه؟ بعداً میخوانیم. بعضی میگن در زمان سیدنا ابراهیم علیه السلام بوده، پیغمبر وقت ابراهیم بوده. ابراهیم بهش میگفت ذوالقرنین این کار رو بکن. علی ای حال، چرا بهش میگن ذوالقرنین؟ چرا بهش میگویند ذوالقرنین؟ اصل قرن کسانی که عربی بلد باشن به معنی شاخ. ذوالقرنین یعنی دارای دو شاخ. چرا بهش میگن ذوالقرنین؟ بهترین توجیه، اولین توجیه هست، توجیهات بعدی هم هست. چون که دو شاخ دنیا را تصرف کرد. دو شاخ دنیا،
دو شاخ دنیا یعنی دو ابرقدرت دنیا، هم فارس هم روم. به این خاطر بهش میگن ذوالقرنین. کسانی که قدرتمند باشن به اونها میگن شاخدار. نه، هر دو شاخ را شکست. هم بر بلاد فارس حکومت کرد، هم بر بلاد روم حکومت کرد. پس مشرق و مغرب را، چون اینجا که ایران هست بعد از این شرق همش جزء ایران بود. اونجا که روم بود در غرب، بعد از اون همه غرب مالکی بود، روم بود. حتی خدمت شما عرض کردم در زمان رسول الله همین کشورهای عربی امروز اینها یا جزء ایران بودن یا جزء روم بودن. مثل جزء روم بود سوریه و شام، جزء روم بودند. عرض به خدمت شما عراق جزء ایران بود، یمن جزء ایران بود، یا هر یک از این کشورها یا با ایران بود یا با روم بود. پس اون زمان هم این دوتا شاخ بودن، دوتا ابرقدرت بودن، این هر دو را تصرف کرد. به این دلیل بهش میگن ذوالقرنین. این دلیل اولش است. دلیل دوم فتوحات شرق و غرب، بازم همون نتیجه میشه، مشرق زمین مغرب زمین. دلیل سوم، بعضی گفتند دوتا غده داشت، دوتا نشان دیدید بعضی تو عکس‌ها هست، یک آدمی دوتا شاخ داره، یکی اینجا یکی اینجا، مثل حیوانات. چون دوتا شاخ در سر خودش داشت به قدرت خدا بهش میگن ذوالقرنین. والله اعلم. دلیل چهارم که ذکر کردن دوتا زلف داشت، موهایش و زلفهایش دراز بود و تا اینجای بدنش بود، به این خاطر میگفتن ذوالقرنین، چون هر بخشی از زلف زنها را میگن یک قرن هست، یک شاخ هست. و دلیل پنجم بعضی گفتن نجیب الطرفین بود، یعنی هم از طرف پدر و هم از طرف مادر حسب و نسب بسیار بالایی داشت، نجیب زاده بود از هر دو طرف. دلیل ششم بعضی گفتن به اندازه 2 قرن عمر کرد، یعنی 200 سال، به این خاطر ذوالقرنین میگن. دلیل هفتم بعضی میگن چون با هر دو دست می جنگید، با هر دو دست، مثل تیموری لنگ که میگه من با هر دو دست شمشیر میزدم، این با هر دو دست شمشیر میزد، به این خاطر میگن ذوالقرنین. این دلایلی است که تو تفسیرها هست، ولی همون اولی صحیح تر است. خب این ذوالقرنین به مشرق زمین رفت، اول به مغرب زمین رفت. اونجا حکومتی بود، اون حکومت ها را تصرف کرد. بعد از روم اون زمان حکومت ها اسمشون، یک حکومت در مغرب زمین بود به نام میدیا و یکی ریدیا که پایتختش ساردیس بود، اونجا را فتح کرد. بعد از اون رفت اونجایی رفت که قرآن تعبیر میکنه. اونجا اینطور به ظاهر معلوم میشد که خورشید داره تو آب غروب میکنه. شما دیدید دریا، وقتی کناره دریا رفتید، غروب چابهار، غروب قشم، غروب کیش، میگن نه، وقتی که نگاه میکنی احساس میکنی که خورشید داره تو دریا غروب میکنه. یک کودنی، یک احمقی بر قرآن اعتراض کرده، یکی از مسیحیان میگه ببینید قرآن چقدر از نظر علم عقب است که قرآن میگه تو داستان ذوالقرنین میگه خورشید تو دریا رفت، در حالی که خورشید 1,300,000 برابر زمین هست. زمین با تمام دریاها و خشکیهاش به اندازه 1,000,000 خورشید نمیرسد. اون وقت خورشید چطور تو دریا میاد؟ اینقدر این احمق متوجه نیست که قرآن میگه وجدها، یعنی از نظر دید اینطور معلوم میشد، نگفت حقیقتا اونجا غروب میکرد. از نظر دید و از نظر چشم اینطور معلوم میشه که خورشید داره تو دریا. اونجایی که گلولای بود، اونجایی که آب سیاه و متعفن بود، احساس میکردی که تو اون گلولای خورشید داره غروب میکنه. خب مگر همینطور نیست؟ هر کسی بره خورشید را از اونجا نگاه بکنه،
یعنی مغرب ترین، اینجا کنایه از این است که مغرب ترین بخش زمین رفت، به این معنی است، نه اینکه اونجا حقیقتا خورشید تو دریا می افتاد. لذا الله می فرماید که حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی وقتی که رسید به مغرب زمین خورشید، اونجایی که محل غروب خورشید است، وجدها، ببین یافت آن را، نگفت کانت تغرب، خورشید غروب میکرد، یافت او را، یعنی از نظر دید اینطور معلوم شد. کنایه از این است که اینقدر به طرف غرب رفته بود، اینقدر به طرف عرض کنم که مغرب زمین رفته بود که اینطور معلوم میشد که خورشید تغرب فی عین حمیت، در اون چشمه‌ای که چشمه گلولای بود، گل بود اونجا آخر بالاخره آب بود و گل بود. و وجد عندها قوم، همونجا یک قومی را دید که زندگی میکنن. خدای عزوجل به ذوالقرنین گفت ای ذوالقرنین، این شهر را که تصرف کردی، این ملت که الان در اختیار تو هست، اینا غیر مسلمان هستن، اختیار مال تو هست، اینا را میکشی یا با اینها برخورد خوب میکنی؟ خداوند به ذوالقرنین اختیار داد. ببینی آیه را، قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم ای ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا اینکه تو عذاب میده اینها را، یعنی قتل و اسارت و زندان و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا اینکه میگیری درباره اونها حسنا، یعنی برخورد حسن، باشو خوب برخورد میکنی، چیکار میخوای بکنی؟ ذوالقرنین گفت بار الها، من اینها را دعوت میدم به سوی ایمان و به سوی عمل صالح. هر کسی ایمان آورد و عمل صالح انجام داد جزای نیک، اما هر کسی نکرد من اون را از بین میبرم یا او را شکنجه میدهم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، گفت پروردگارا اما هر کسی ظلم کرد. ظلم کرد یعنی چه؟ تفسیر روح المانی نوشته یعنی لم یقبل دعوتی، دعوت من نپذیرفت و اصرار کرد بر کفر و شرک و اصر على ما کان علیه من الظلم العظیم الذي هو الشرک. گفت نه من ایمان نمیارم، من شریک با خدا میگیرم، من غیر خدا را عبادت میکنم. و فسوف نعذبه، اونم ما شکنجه میدیم، اون را به کیفر اعمالش میرسانیم، بعدا پیش تو میآید خدایا تو که عذاب همیشگی میدی. ثم یرد الی ربه، سپس برگردانده میشه به سوی پروردگار، فیعذبه عذابا نکرا، خدا او را عذاب میده، یک عذاب ناگوار، عذاب دردناک. و اما من آمن، اما هر کسی دعوت من پذیرفت، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، خب با او کار نداریم، تو خود جزای نیک بهش میدی، فله جزاء الحسنا، برای او جزای زیباست یعنی بهشت است. و سنقول له من امرنا یسرا، ما درباره کار خودمون با او با نرمی برخورد میکنیم، یعنی باش مراوده میکنیم، برخورد حسن میکنیم، خدمتش میکنیم. ثم اتبع سببا، بالاخره اینجا وظیفه ذوالقرنین تمام شد، از مغرب حرکت کرد آمد به طرف مشرق. ببین چقدر دور است، چند سال طول میکشه با امکانات اون زمان. ثم اتبع سببا، سپس دنبال کرد با اسبابی که ما بهش دادیم، ادامه داد راه خودش را، آمد یعنی سفرش را ادامه داد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی وقتی که به مطلع خورشید رسید، یعنی از قسمت مشرق زمین آمد. این قسمت کیا بودند؟ عرض کردم اهل ایران و شرقی ها. وجدها تطلع، اون زمان، این زمان مال خیلی وقت پیشه، دید که طلوع می کند بر قومی که لم نجعل لهم من دونها سترا، بغیر از خورشید ما برای اونها قرار نداده بودیم ستری. ستر یعنی پرده،
معنیش این که خورشید طلوع میکرد این بندگان خدا خیلی اذیت بودند، نه لباس داشتند، نه سقف داشتند، نه چادر داشتند، نه سایه بود، چون که بلد نبودند، انسانهای وحشی بودند. به این معنا هست که اونجا وقتی که آمد تطلع علی قوم، طلوع کرد بر قومی که لم نجعل لهم من دونها سترا. این مردم امروز مردم مشرق زمین کیا هستند؟ این چینی ها هستند. همین عرض کنم که اهل میانمار و برمه هستند، همین تایلندی ها هستند، همین هایی که بودایی هستند. اون زمان بالاخره اهالی مشرق اینا هستند، اون زمان هیچی نداشتند. لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا كذلك، این گونه شد وقد احطنا بما لديه خبرا، ما احاطه کردیم از اون چیزی که نزد ذوالقرنین بود از نظر خبر، یعنی ما همه چیز را به ذوالقرنین خبر دادیم، اطلاعات را دادیم. ذوالقرنین این هم خدمت شما بگم یه پادشاهی صالح و سالم بود، هر جا میرفت آبادانی می آورد، خدمت میکرد، برای مردم کار میکرد. خلاصه تفصیلش را قرآن نگفته چون اصل جواب این سوال است. ثم اتبع سببا، سپس دنبال کرد با اسبابی که داشت، دنبال کرد و ادامه داد سفر خودش را تا اینکه به شمال آمد. شمال آمد، ببینید شمال ایران، معلوم میشه که اون زمان مشرق که آمد مشرق ایران، شمال هم شمال ایران، فارس میگویند. به طرف جنوب نرفت. چرا؟ چون جنوب همش دریاست، این طرف انسانی زندگی نمیکنه دیگه، جنوب به دریا برخورد میکنه. اما شرق برو تا جایی که دلت بخواد، زمین و انسانه. غرب برو همچنین، شمال برو همچنین. اما من قبل از اینکه اینجا توضیحاتی بدم، چون نیاز هست در رابطه با اینکه شمال چه خبر بود توضیح بدم، قبل از این درباره خود ذوالقرنین، ذوالقرنین کی بود؟ من در رابطه با ذوالقرنین عرض کنم که اختلافات زیادی هست. شما اگر خودتون تو تفسیرها بریم بگردید سرگردان میشید. اما یک قولی که معروف است، اول من اون را ذکر میکنم و ردش میکنم. بسیاری میگویند که ذوالقرنین اسکندر مقدونی هست یا اسکندر رومی. ذوالقرنین اسکندر رومی هست یا اسکندر مقدونی. ببینید اسکندر رومی یا اسکندر مقدونی اگر ذوالقرنین هست، چون این هم دنیا را فتح کرده، مشرق و مغرب فتوحاتش رفته، ولی اون ذوالقرنینی که قرآن میگه این نیست. به چند دلیل. اولین دلیلش اینه که اسکندر مقدونی یک پادشاه کافر بود. وزیرش فیلسوف معروف ارسطو یا ارسطاطالیس که شما تو منطق خواندید، اون ارسطو وزیر اسکندر مقدونی بود. این مسلمان نبود. اون ذوالقرنین شما خواندید که با ایمان بود، با خداوند رابطه داشت، از خدا خط می گرفت، از خداوند دستور می گرفت. این تمام دنیا را به دستور خدا برای پیام رساندن پیام خدا گفت خدای هر کسی که ایمان بیاره دعوت من قبول کنه ما باش کار نداریم، هر کسی نیاره ما رو شکنجه میدیم. پس کار ذوالقرنین نیابت از طرف خدای عزوجل بود. بنابراین اسکندر عرض کنم مقدونی چون وزیرش ارسطو بود، فیلسوف، اینا اصلا اعتقادی به خدا نداشتند، کافر هست. این یک دلیل که اسکندر رومی ذوالقرنین نیست. و دلیل دوم اینکه اسکندر رومی در زمان 300 سال قبل از مسیح بوده، عیسی علیه السلام بوده. تاریخ اسکندر رومی که هست 300 سال قبل از سیدنا عیسی علیه السلام.
اما اون ذوالقرنین اون چندین سال، بعضی میگن که 560 سال قبل از میلاد مسیح بوده، یعنی 300 سال قبل از این اسکندر هم بوده. و بعضی بیشتر گفته، در بخاری یک روایتی است که ذوالقرنین قبل از سیدنا ابراهیم بوده. ذوالقرنین کی بوده؟ قبل از سیدنا ابراهیم علیه السلام بوده. شارح بخاری میگوید و فی ایراد المصنف ترجمه ذوالقرنین قبل ابراهیم، این که مصنف میفرماید ذوالقرنین قبل از ولادت ابراهیم بوده، اشاره الی توهین قول من زعم، اشاره است به این که کسانی که فکر میکنند ذوالقرنین زعم انه الاسکندر اليونانی، اسکندر یونانی هست، شیعه را عزیزان خاموش کنید، اسکندر یونانی هست یا اسکندر رومی هست، این قول سست و ضعیفی معلوم میشه، نیست ذوالقرنین، این نیست. لذا ثابت شد که این نیست، این اسکندر یونانی کافر بوده. اما این چه کسی هست و چه زمانی بوده؟ قرآن این را نگفته، الله بهتر میدوند. اما بسیاری از اهل تفسیر ما کنجکاو شدن، دنبال کردن تاریخ را، اقوال زیادی هست. بسیاری معتقدند که اصالتا ذوالقرنین عرب بود، ذوالقرنین عرب بود و عرض به خدمت شما از اهل یمن بود. اما بسیاری دیگه معتقدند که نه، عرب نبود، عجم بود. از عجمها یکی از پادشاهان در تاریخ شما شاید اسمش را دیدید، کیقوباد ابن ملوک العجم، بسیار میگویند که کیقوباد بود. یک کتابی هست، کتاب عقیدة الاسلام، مال یکی از علماء ما است، از علماء هندوستان. ایشون میفرماید که همه این اقوال را ذکر کرده، بعدا میگوید والراجح انه لیس من ازواج الیمن، از اون قبایل یمنی هم نیست، ولا کیقوباد ابن ملوک العجم، ذوالقرنین کیقوباد هم نیست، ولا هو اسکندر ابن فیلفوس، اون اسکندر ابن فیلفوس که همون اسکندر مقدونی باشد هم نیست، بل ملک آخر من الصالحین. ایشون معتقد است که ذوالقرنین نام پادشاهی از پادشاهان عرب است، ینتهی نسبه الى العرب السامیین الاولین، نسبش به عرب سامیین اولین برمیگردد، قبل از ابراهیم علیه السلام سامیین بودند، نسبش به اونجا میرسد. این قول ایشون هست. اما یک قولی که بنده شما را خدمت شما عرض بکنم و امروز این قول زیاد تو ایران ما سر و صدا هم کرده، اون اینه، یکی از علماء بزرگ دیوبند مثل به نام عرض کنم که فراموش شد اسمش، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، ایشون معتقد است که ذوالقرنین هم کوروش هست، کوروش کبیر که ایرانی ها معتقد هستند. و بسیاری از تفسیرهای معاصر که نوشتند نظر ایشون را و دلایل ایشون را نسبت به تمام دلایلی که در کتابهای دیگه آمده، در تفسیرهای قدیمی آمده، دلایل ایشون را قوی‌تر میگویند. مثلا حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی که کتاب قصص القرآن را نوشته، تمام داستانهای قرآن را در 2 جلد ضخیم که انشاءالله فارسی ترجمه میشه، شاید 4-5 جلد بشه، مرکز تحقیقات دارالعلوم ترجمهش میکنه، ایشون کتابی نوشته. در اون کتاب هم ایشون نوشته که نظر بنده هم همین است، دلایلی که مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله ذکر میکند، معلوم میشه که ذوالقرنین عرض به خدمت شما که کیه، همین کوروش است.
که در عربی بهش میگه خورس و در فارسی بهش میگن کوروش، و بسیاری از مفسرین دیگر مثل یک مفسری هست که بنده این روزها تفسیر ایشون را مطالعه میکنم، از فقها هم از مولانا خالد سیف الله حفظه الله که ایشون واقعا در تفسیر کمال کرده، گرچه تفسیرشون بسیار مختصره، ایشون هم همین نظر را ترجیح میده، چون واقعا ابوالکلام آزاد دلایلی ذکر میکنه که اون دلایل قوی هستن. ایشون معلوم میشه که آمده خودش در همین کوههای شیراز، اینجایی که محل از کنم مرکز کوروش بوده و نماد کوروش هست و کتیبه های بیستون را، همه اینها را تک تک اینها را خوانده و میگوید با اون چیزی که به عنوان یک عرض کنم پادشاه صالح و سالم و عادل و اون چیزی که در تاریخ ما میخوانیم با همه اینها ارتباط داره که این همین کوروش است. مثلا یکی از جاهایی که ایشون فتح کرد، ما قبلا در داستان بنی اسرائیل خواندیم که خوروس عرض کنم که یهودی ها را که در اسارت قوم که در بابل بودن، بابلیین به اصطلاح اهل بابل، و پادشاهی بود، پادشاه ظالمی بود، اسم پادشاه هم رفت، عرض کنم که کوروش اونها بابل را تصرف کرد و تمام بابلیین را از بین برد. 70,000 یهودی یا 100,000 یهودی اونجا اسیر بودند و این یهودی ها بر دین موسی بودند، در اون زمان اهل توحید بودند و بعد همه این یهودی ها را آزاد کرد. یهودی ها گفتند که ما اونجا در ملک شام مسجدی داریم، مسجد الاقصی، بیت المقدس، محل عبادت ما هست، ما را به اونجا برگردانید. کوروش اینها را به اونجا برگرداند. بعدا یهودی ها گفتن که مسجد الاقصی را که با خاک یکسان کرده بودند، لذا مسجد الاقصی را دوباره برای ما درست کنید. کوروش این کار را کرد. به همین خاطر امروز شما اگر در این فضاهای مجازی گاهی برید، این پیج های یهودی ها، همین یهودی هایی که فارسی زبان هستند، خیلی از کوروش تعریف میکنند و ممنون کوروش هستند و کوروش را یک محسن بزرگ خودشون میدانند که کوروش ناجی اونها شد و الا این نسل را اون پادشاه بابل کلن از بین برده بود، اما کوروش اونها را نجات داد. لذا آثاری که میفرماید در کتیبه ها هستند و تاریخ اونطوری که میگوید، بالاخره بهترین فرد همین کوروش است یا خوروس هست و دلایل قوی وجود دارد که شهر سایرس که هم در اون مغرب زمین بود، پایتخت مغربی ها بود، پایتخت رومی ها بود، همین کوروش اون را فتح کرد و اون کوروش منشوری دارد. منشور کوروش امروز هم ایرانی ها به اون منشور کوروش افتخار می کنند و می گویند که در اون مساوات هست، برابری هست و اون منشور را وقتی که نگاه می کنیم، گرچه در تاریخ نسبت به کوروش چیزهای دیگری هم گفتن که بعضی معتقدن که این کوروش نمیتونه اصلا مسلمان باشه، ولی همه چیز که در تاریخ هست درست نیست. لذا ایشون معتقدند والله اعلم که این ذوالقرنینی که بالاخره از شرق و غرب آوازش هست، همین کوروش هستی که از پادشاهان صالح هست. این مسلمان بوده، تابع دستور خدا بوده و این از کنن که فارسیت را، عجمیت را، اون طوری که امروزه پیروان کوروش دارند تبلیغ میکنند، عجمیت را خودشون را در مقابل عرب میدونند، فارسیت را در مقابل بقیه اقوام نه، این را اصلا تشویق نکرده، بلکه هر جا که یک قوم آزادی بوده، یک قوم متدینی بوده، یک قومی که دیندار بوده مثل یهودی ها، به دادش رسیده، به اونها کمک کرده. لذا کسانی که واقعا طرفدار کوروش هستند و واقعا میخواهند که این مسیر را ببرند،
اونطوری که این بزرگان ما میگویند، این سلف ما میگویند، تحقیق این هست این فرد دیندار بوده، این تابع دستور خدا بوده و این دستورات خدا را و دین را و تبلیغ دین را به پیش میبرده. لذا هر کسی کوروش را دوست داره باید دیندار باشه، باید تابع فرمان خدای عزوجل باشه. علی ای حال ذوالقرنین وقتی که اینجا رفت به طرف شمال رفت، قرآن زیاد از مشرق و مغرب سخن نگفته، از شمال بیشتر. اونجا وقتی که شمال رفت، حتی اذا بلغ بین السدین، حتی وقتی که رسید به بین السدین، دو تا سد بودن، بین اون سدین وجد من دونهما قوما، دو تا سد خدایی بودن. اونجا قومی را دید که لا یکادون یفقهون قولا، نزدیک نبود که از همدیگه بفهمند سخن را، یعنی سخن همدیگر را نمیفهمیدند، متوجه نمی شدند. خب با اونها حرف زد، یا به وسیله مترجم یا با اشاره. اونها چه گفتن به ذوالقرنین؟ گفتن قالوا یا ذوالقرنین، گفتن بنویسی پایش به وسیله مترجم یا با اشاره. گفتن شکایت کردن، گفتن ای ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج، همانا یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، در زمین فساد، یعنی جعلا من اموالنا، مزدی هزینه ای از مالمون که تو بین ما و بین اونها یک سدی درست کنی نتونن دوباره بیان. الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا، که تو قرار بدی بین ما و بین اونها یک سد، نتونن این طرف بیان. این امکان پذیره؟ ببینید که ذوالقرنین کجا رفت که این صد را درست کرد. بعد این صد را میخوانیم که برای اونها درست کرد. بعضی ها که اطلاعات درستی از قرآن و از تفسیر ندارند میگه این صدی که ذوالقرنین درست کرد همین دیوار چین است، دیواری که امروز معروف است به عنوان دیوار چین، آثار این دیوار هست. این غلطه. دیوار چین از نظر جغرافیایی در مشرق، در قسمت مطلع شمس است، مشرق زمین است. این دیواری که توسط ذوالقرنین درست شده، قرآن میگه به طرف چی هست؟ به طرف شمال هست. اصلا جهت این دو تا دیوار با هم دیگه فرق میکنه. پس این دیواری که ذوالقرنین بسته، در واقع این دیوار در کناره بحر کاسپین یا همون خزر، دریای خزر اسم اصلیش هست، بحر کاسپین، دریای کاسپین یا دریای خزر، اونجا ذوالقرنین دیواری درست کرد. دیواری که این دیوار به نام دیوار قفقاز در منطقه درمیان و دربند، بین درمیان بین دربند و داریان دو منطقه هستند، بین اینها ذوالقرنین این صد را درست کرد و اونجا این صد تا سالها بود. امروز اثری از این صد نیست. امروز صد ذوالقرنین خراب شده و از بین رفته. اما این روایتی که میگویند یاجوج و ماجوج، از کنم که دو تا قبیله هستند، پشت این دیوار هستند، هر روز سوراخ میکنند، سوراخ میکنند، همین که میخوان راهی درست کنند شب میشه، دوباره این سوراخ پر میشه، دوباره همین کار را میکنند تا نزدیک قیامت، و بعد نزدیک قیامت موفق میشن انشاءالله، میگویند بالاخره از اونجا خارج میشن. این غیر معتبر است، این از دروغ‌های اسرائیلیات هست، این اعتباری نداره. در میان مردم ما هم اینجا افتاده که یاجوج و ماجوج هر روز تلاش میکنند. اصلش این یاجوج و ماجوج کیا هستند؟ درباره یاجوج و ماجوج هم خدمت شما عرض بکنم
بعضی ها فکر میکنه اینا دو تا قوم عجوبه هستند، تو کتاب هم همینطور آمده، در حالی که اینا انسانند، اینا از فرزندان آدمند و از فرزندان حضرت یافس ابن نوح هستند. اینها از اولاد یافس ابن نوح هستند، چون تو بعضی کتاب ها نوشته اینها مخلوقات عجیبی هستند. دو تا گوش دارند که گوششون از سرشون تا پایشون اینقدر بلنده. همینطور یک سری مردم تخیلاتی درست کردن، هر وقت میخواب بخوابن یک گوششون را میگیرن برای خودشون رخت خوابی میکنن، روش میخوابن، یک گوشی دیگه پتو میشه اون را با اون خود بالاخره سردشون نسه روشون میندازن. این چیزهای از این قبیل چیزها برایشون درست کردن، در حالی که همه اینها خرافاته، همه اینها اصل و اساسی نداره. اونطوری که علما نوشتند قومی از اقوام آسیای میانه، آسیای میانه همین بلاد امروزی که شوروی سابق اینا را تحت سیطره خودش داشت، همین بلاد آزاد شده، از اینها هستند، در همین مناطق هستند و از اولاد یافس ابن نوح هستند. اما قومی غیر مهذب، غیر متمدن، جنگلی، وحشی که در زبان اروپایی به اینها گاد میگفتند یا مای گاد. تحقیقاتی که شده علما تحقیق کردند، این قوم ریشهشون به چینی ها، به مغول ها، به تاتارها، اینها همه در واقع یا از یاجوج و ماجوج هستند. امروز به نام مغول یاد میشند، اینها امروز به عنوان تاتار یاد میشند و یک زمان اینها در زمین خیلی وحشیگری کردند. شما تاریخ خوندید، مغول اگر جایی می آمد دیگه همه مردم از زندگی دلسرد می شدند. تاتار اگر جایی می آمد اینقدر اینا وحشت داشتند. علامه ندوی رحمت الله علیه میگه مردم اینقدر از اینها می ترسیدن که وقتی می رفتن تو محله مردم را می دیدن، میگه بیا اینجا بیست، 10 نفر را ردیف می کرد، مردم می لرزیدن، می رفت از تو خونه شمشیر را می آورد گردنشون را می زد. اینا همینجا از ترس تکان نمی خوندن. یعنی چنان اینا وحشیگری و وحشت ایجاد کرده بودند. پس اینها فقط و فقط فرقشون با بقیه انسان ها این بود که اینا جنگلی و وحشی و آدم کش بودند. چنانچه هم شرح بخاری فتح الباری نوشته، هم علامه آلوسی نوشته ان یاجوج و ماجوج قبیلتان من ولد یافس ابن نوح. اینا دو تا قبیله هستند، دو قوم هستند از فرزندان یافس ابن نوح هستند. خب همونطور که خیلی از اقوام شما شنیدید که وحشی هستند، اینا هم وحشی بودند. اون زمان این قومی که در شمال، این شمالی ها را اذیت می‌کردند، این شمالی ها الان ترک بودند یا از اقوام دیگه بودند، اینها پیش حضرت ذوالقرنین شکایت کردند که اینها ما را خیلی اذیت میکنند، همیشه به خانه های ما حمله میکنند، غارت میکنند، گوسفندان ما را میبرند، اموال ما را میبرند. شما کاری بکن بین ما و بین اینها سدی درست کن، اینا نتونن راحت این طرف بیاند تا همیشه به ما حمله ور نشوند. حضرت ذوالقرنین این کار را برایشون انجام داد. اما یک مسئله اینجا باقی ماند که یکی از علائم قیامت و آثار قیامت ظهور مجدد یاجوج و ماجوج است. ظهور مجدد یاجوج و ماجوج درسته، این هست، ولی به معنی این نیست که اینا حیوان هستند. الان اینها در دنیا کشورهایی دارند، بلادی دارند، قدرتی دارند. گرچه بسیاری از علمای ما معتقد اون زمانی که روز تمام این کشورهای مسلمان ما را تحت سیطره قرار داده بودند، گفته این روزها از نسل یاجوج و ماجوج هستند. همه اینها در واقع یک نسل هستند، روزها،
چینی ها، مغول ها، تاتارها، اینها از یک نسل هستند. لذا در نزدیکی قیامت ابتدا دجال ظهور میکنه، ابتدا مهدی میاد و جهاد میکنه به عنوان یک مجدد دین. بعدا دجال ظهور میکنه. دجال که ظهور میکنه مسلمانان کم میشن، جمع میشن در حرمین. بعدا عیسی علیه السلام میاد، دجال را از بین میبره. بعدا یاجوج و ماجوج، فتنه یاجوج و ماجوج دوباره ظهور میکنه. یعنی اینها دوباره از مشرق زمین ظهور میکنند، انسان ها را میکشند، قتل میکنند، غارت میکنند. چند روزی خدا دوباره بهشون میده، تا اینکه سیدنا عیسی دعا میکنه خدایا اینا را از بین ببر، اینا غارت کرده، انسانیت را از بین بردند. بعدا در حدیث میاد که خدای عزوجل اینها را به وبای گرفتار میکنه، یک غده به گردنشون در میاد، مثل همین کرونا یک وبای، تمامشون کشته میشن، میمیرند، از بین میرند. لذا این علامت تو احادیث آمده که از علائم آخر الزمان است، ولی معنی حدیث نیست که حتما اونا پشت دیوار هنوز منتظرن تا نزدیک قیامت ظهور کنن. نه، الان مثل ما زندگی میکنن، با ما ارتباط دارن، با ما داد و ستد دارن، ما کشورهایشون رفت و آمد داریم، همین یاجوج و ماجوج. و تا آخر دوباره اینها به عنوان یک فتنه دوباره در دنیا رخنه میکنن، در دنیا ظهور میکنن. این هست خلاصه یاجوج و ماجوج و این هست خلاصه اون سدی که حضرت ذوالقرنین درست کرد. لذا به ذوالقرنین گفتم میشه که بین ما و بین اونها سدی قرار بدیم، ما پول جمع میکنیم، به اصطلاح ما چنده میکنیم. حضرت ذوالقرنین گفت من نیازی به پول و چنده شما ندارم، فقط شما از نظر نیروی جسمی و قوت بدنی بیاید کار کنید. قال ما مکننی فیه ربی، آن قدرت و آن تمکینی که به من داده، آن مالی که به من داده رب من، خیرون بهتر از اون چنده شماست. فاعینونی بقوت، شما پس مرا کمک بکنید، بقوت، با قوت بدنی تان، اجعل بینکم و بینهم ردما، من قرار میدهم بین شما و بین آنها ردما، یعنی مانعی، حاجزی، صدی. آتونی زبر الحدید، برای من تکه های آهن بیارید. ذوالقرنین دو طرف کوه بود، دو طرف کوه بود، خودش دو طرف را کوه گرفته بود، دو طرف را ذوالقرنین دو تا دیوار درست کرد، دو تا دیوار بزرگ درست کرد و بعد ارتفاعاتشون را به اندازه کوه کرد. بعد گفت که در وسط بیارید آهن آوردند، تکه های بزرگ آهن آوردند. حتی اذا ساوا بین الصدفین، حتی وقتی که برابر کرد ذوالقرنین بین صدفین، صدف میگویند یک طرف کوه را، دو طرف وقتی که باشه دو طرف کوه میشه. وقتی که برابر کرد با دیوار و اون را پر کرد از آهن و از فلز، قال انفخوا، گفت الان آتش بدمید. شما میدونید که آتش را در گذشته به وسیله باد روشن میکردن، امروز هم به وسیله باد هست، اما با باد مایه، همین گاز باد هست دیگه. همین گازی که آتش را چیکار میکنه؟ شعله ورتر میکنه، باد و عرض کنم مواد توش هست. لذا به وسیله به اصطلاح گاز و باد گفت که انفخو، یعنی بدمید، فوت کنید تا آتش زیاد بشه. آتش وقتی که قوی بشه آهن را ذوب میکنه. حتی اذا جعله نارا، وقتی که آتش بزرگی افروخت، قال آتونی افرغ علیه قطره، برای من مس بیارید، مس گداخته شده، فلز گداخته شده که من بریزم بر اون. قطره یعنی فلز گداخته شده. خلاصه یک دیوار آهنی بزرگی درست کرد که راه یاجوج و ماجوج بسته شد. فما استطاعوا ان یظهروا، نتوانستن بر اون بالا بیان. و ما استطاعوا له نقبا، نتوانستن اون را سوراخ بکنن، راهی درست کنن. دیگه اونجا با این قوم دیگه کار نداشتن، تا اینکه در قرنهای بعدی هزاران سال گذشت، خدای عزوجل اون دیوار را خراب کرد. اما وقتی که ذوالقرنین اون دیوار را ساخت، چی گفت؟
قال هذا رحمت من ربی، این رحمتی هست از جانب رب من که به من کرده، به من این قدرت را و این توانایی را داده که چنین دیواری درست کردم. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، و وقتی که وعده رب من بیاد اون را تکه تکه میکنه، این دیوار را چی میکنه؟ تکه تکه میکنه. و کان وعد ربی حقا، وعده رب من چی هست؟ حق است. چنانچه هر وقتی که زمانش آمد، الان دانشمندان میگویند، علما میگویند که آثاری هنوز از همون دیوار در وادی داریان وجود دارد، در همون دربند و داریان وجود دارد، ولی سیلها و زلزله ها و حوادث و اتفاقات اون سد ذوالقرنین را خراب کرده، ولی آثاری وجود دارد. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. الله تعالی درباره آخرت، گرچه این آیه را دو نوع تفسیر کردن، بعضی گفتن پشت دیوار یاجوج و ماجوج بر هم دیگه هجوم می آوردن، موج بود، ولی نه، بحث چی تمام شد؟ بحث ذوالقرنین و دیوارش و یاجوج و ماجوج پشت دیوار تمام شد. اینجا درباره آخرت الله بیان می‌فرماید. تفسیر صحیح همینه که این موج اضطراب هست و آخرت است. اونجا اینقدر شدت هست، اینقدر اضطراب هست که جنات و انسان ها بر هم دیگه مثل موج هستند، از بس زیاد هستند. اینجا درباره یاجوج و ماجوج نیست. و ترکنا تخویف اخروی است، ما گذاشتیم اونها را، بعضیشان را در اون روز آخرت، یموج فی بعض، یموج یعنی بر هم دیگه مثل موج سوار میشن، هجوم میآورند. و نفخ فی الصور، اونجا سور دمیده میشه، سور دوم. فجمعناهم جمعا، همگی را جمع میکنیم، در اون میدان جمع کردنی. لذا وقتی که جمع میکنیم، و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، ما عرضه میکنیم جهنم را در اون روز برای کافرین عرضه کردنی، یعنی پرده را بر میداریم، دور میکنیم. همه کافران جهنم را میبینند، همون کافرانی که تا اون روز چشمشون در غفلت بود، چشمشون دید نداشت. الذين كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، آنهایی که چشمشان در غلاف بود از یاد من، یعنی نمیدیدند، حق را نمیدیدند. و کانوا لا یستطیعون سمعا، هم نمیدیدند و هم نمیشنویدند. بودن لا یستطیعون، نمیتوانستند گوش کنند. لذا در اون روز قیامت چشما باز میشه، گوشها باز میشه، انسان جهنم را هم میبینه، خروشش را میشنوه، دیگه دیر شده. هر چی توبه بکنه توبهش فایده ای نداره. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء. ببین در پایان این سوره الله عزوجل وعید بیان میفرماید، تخویف. این همه آیات را خداوند بیان فرمودند، آیات بسیار بزرگی در رابطه با اصحاب کهف بود، موسی و خضر بود، ذوالقرنین بود. بعد از این باز هم کسی شبهش برطرف نشه و هنوز شرک بکنه، الله تعالی درباره این مشرک که بعد از مشاهده آیات هنوز توبه نمیکنه، در این آیات می فرماید افحسب الذین کفروا، آیا می پندارند کسانی که کفر کردند، ان یتخذوا عبادی، این که بگیرن بندگان من را، مثل ملائکه، مثل عیسی، مثل عزیر، تفسیر جلالین نیست، اینها را بگیرند من دون، بغیر از من خدا، اولیاء، کارساز، مشکل کشا، حامی خود، بغیر از من بندگان من را کارساز خودشون میگیرند. اینهایی که این گونه عمل میکنند الله وعید بیان میفرماید، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا،
همانا ما آماده کردیم جهنم را برای چنین کافرینی به عنوان میزبانی، به عنوان مهمانی. این به صورت استهزاء مسخره گفته شده که یعنی از جهنم مهمانی اونهاست، از اونجا ازشون پذیرایی میشه. حال خدای تعالی این علت را هم بیان میفرماید. ببین یکی از دلایل که برای من و شما هم جای سوال است، چرا این مشرکان توبه نمی کنند؟ چرا اهل شرک به سوی خدا بر نمیگردند؟ خدا را که قبول دارند، درست خدا را قبول دارند، اما اینها شرک خودشون را برای خودشون عبادتی میدانند. هیچ وقت یک مشرک و یک خرافاتی قابل هدایت نیست مگر اینکه خداوند او را از غیب تفهیم بکند. چرا؟ چون اون غیر خدا را سجده میکنه، فکر میکنه من دارم خدا را عبادت میکنم، خدا را راضی میکنم. خب کسی از عبادت کردن خدا مگه توبه میکنه؟ نه، بیشتر میکنه روز به روز. یک دزد، یک زانی، یک شرابی، یک فلان فاسد اگر هر چی میکند وجدانش او را ملامت میکنه، هر شب میگه تو کار خوبی نمیکنی، تو دلش میگه من توبه میکنم، بالاخره او توبه نصیبش میشه. اما این کسی که شرک میکنه و شرک را برای خودش تقربی میداره، قرب خدا میدونه، گوسفندی برای غیر خدا میکشه، خود شرکه، بعد این را میگه خدا از من راضی شده. خب از این که خدا راضی بشه عبادتی میپنداره، کسی میگه توبه میکنه، این را الله عزوجل میفرماید اخسرین اعمال است، یعنی از نظر عمل بیشتری خساره و ضرر و زیان را این میکنه. چرا؟ چون که کار بد میکنه فکر میکنه کار نیک میکنم، کفر میکنه فکر میکنه که کار خوب میکنم. لذا الله میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ای محمد بگو آیا به شما خبر بدهم بالاخسرین اعمالا، به زیانکارترین انسان از نظر عمل، از همه بیشتر عمل بد دارد. الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا، آنهایی که سعی و تلاششان برباد شد، ضایع شد در زندگی دنیا. چرا؟ چون که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، آنها میپندارند که آنها کار خوب میکنند، یحسنون کار خوب میکنند، صنعا از نظر کار کردن و عمل کرد، چون فکر میکنه همین خرافات و شرکشون حق است. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، پاداش اینها چی میشه؟ جزای اینها اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینها کسانی هستند که کفر کردن نسبت به آیات رب. آیات رب را نگاه نمیکنه، همون خواهشات نفس و رسومات آبایی و اجدادی را نگاه میکنه. اینا کسانی هستند که کفر کردند نسبت به آیات رب و لقائه، کفر کردند نسبت به ملاقات رب، یعنی قیامت را هم قبول نداره. فحبطت اعمالهم، اعمال اینها ضایع شده، اعمال اینها برباد شده. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در روز قیامت برای اینها ما وزنی قائم نمی کنیم، ترازو نمیذاریم، ترازوی اعمال. چون ما قبلا خواندیم وقتی که مشرک شرک میکند اعمالش تمام ضایع میشه، اعمالش به دردش نمیخوره. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، الله میفرماید این افراد جزایشون جهنم است. چرا؟ به سبب کفر. همین شرک کفره و یکی دیگر از کفرشان آیات من را و پیامبران من را به باد مسخره گرفتند. واتخذوا آیاتی و رسلی هزوا، آیات من را گرفتند و پیامبران من را به باد مسخره. لذا اینها جزایشون جهنم است. و در پایان الله عزوجل در مقابل اونها مؤمنین را، کسانی که اعتقادشون عملشون مطابق رضای خداست، بهشت اونها را تعریف میکنند.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، برای اونها جنات فردوس مهمانی هست. جنات فردوس بالاترین طبقه بهشت است. بهترین جایگاه در بهشت جنات فردوس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هر وقتی که از خدا بهشت خواستید جنت فردوس بخواهید. این همون عالی ترینش هست، این همین به اصطلاح با کلاس ترینش هست. الله می فرماید کانت لهم جنات الفردوس نزلا، مهمانی اونها جنات فردوس هست. برای چه مدتی؟ خالدین فیها، همیشه در آن میمانند. لا یبغون عنها حولا، نمیخواند از اون جا به جایی را. حول یعنی تغییر. ببین بلا تشبیه، گاهی شما مسافرت میرید یک جایی که بهشت همین دنیاست، مثلا میری شمال، بهترین شهرش میری، اونجا بهترین بالاخره آبادانی هست، جنگل هست، دریا هست، ویلا هست، همه چیز هست. ولی 10 روزی که میمانی بچه ها میگن بریم یه جای دیگه. اینجا عیبی داره؟ نه عیبی نداره، ولی میخوایم یک تنوعی باشه. این طبیعت انسانه. نه هر جایی میره شاید اون جای دوم مثل اولی نباشه، ولی خب بازم برای بچه ها خوشایند است. اما اونجا نه، اونجا از بس خوش میگذرد. الله میفرماید لا یبغون عنها حولا، نمیخواند از اونجا تغییر بیاد، جا به جا بشن یه جای دیگه برن. نه، میگه از اینجا از همه جا بهتره، اصلا از اونجا تکان نمیخورد. لذا الله تعالی به مؤمنین، شما مؤمنین انشاءالله، چنین جنات فردوسی را که برای همیشه بپسندید عنایت میفرماید. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، در آخرین آیات الله عزوجل از مدح و تعریف خودش میگوید. خدای عزوجل زیبنده تعریف است، اما این تعریفات را ما بلد نیستیم، چون ما واقعا عقل ما بسیار قاصر، کوتاه، محدود. ما اون چی که باید بشناسیم، باید برسیم، نمیرسیم از به معرفت پروردگار مگر به اندازه‌ای که برای ما در قرآن تعریف کرده. یکی از بهترین تعریفات خدا که لایق پروردگار است، باز هم این منتهاش را انسان متوجه نمیشه، همینه. الله میفرماید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر همه این دریاها چی باشد؟ مداد باشد. مداد یعنی مرکب، جوهر باشد برای کلمات رب، یعنی صفات رب. کلمات را شیخ ما میفرماید کمالات رب، صفات پروردگار. همه این دریا جوهر باشد و همه این درخت ها قلم باشد، در آیه دیگه فرموده. و نه تنها این دریاها که الان مثلا 4/5 زمین یا 3/4 زمین تمام دریاست، 1/4 خشکیه یا 1/5 خشکیه. چقدر دریاها زیاد است. ما هنوز دریاها را ندیدیم، ولی خشکی هر چی رفتیم تمام نشده. خب چند برابرش؟ 5 برابرش دریاست. در آیه دیگه الله عزوجل میفرماید 7 برابر این دریا دیگه دریا باشه. ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، هر چی که در زمین درخت است همه اینها قلم بشه. والبحر یمده، و دریا تبدیل به چی بشه؟ به مداد بشه، به دوات بشه. و دریا نه، من بعده 7 ابحر، بعد از اون 7 تا دریای دیگه، یعنی 7 برابر. همه اینها را شما بردار، درختها را نی کن، درختها را قلم درست کن
و دریاها را دوات بنویس و بنویس و بنویس تا میلیاردها سال. صفات پروردگار را، علوم پروردگار را، کمالات رب را، همه اینها تمام میشه. ما نفدت کلمات الله، اون صفات پروردگار تمام نمیشه، ولی دریا خشک میشه، قلم ها تمام میشه. لذا الله می فرماید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر دریا باشد مداد، دوات برای کلمات رب من و صفات رب من، لنفد البحر، تمام میشه دریا، خشک میشه دریا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، قبل از اینکه به پایان برسید کلمات و صفات ربم. ولو جئنا بمثله مددا، گرچه ما بیاوریم مثل این دوات، دیگه دوات بیاریم 2 برابر 3 برابر 7 برابر. لذا صفات پروردگار، کمالات رب خیلی بلند و بالا، هیچ کسی به خدا نمیرسد از مخلوقات. کجا خدا و کجا مخلوق؟ انسان بیچاره چقدر غافله که گاهی یکی از مخلوقات که محبتش در دلش میفته، محبت دوستان خدا جز ایمانه، محبت انبیاء جز ایمانه، ولی نه محبت به اندازه‌ای که فرق بنده خدا و خود خدا را ندونی، بنده خدا را هم برابر خدا قرار بدی، بیایی بگی که هم خدا علم غیب داره، هم به این بخشی از علم غیب داده، هم خدا اولاد میده، هم به این اختیاراتی داده، هم خدا شفا میده، هم به این قدرت شفا را داده. العیاذ بالله. بندگان خدا را، شما خدا را نشناختید که بندگان خدا را مثل خدا میدونید، هم صفت خدا میدونید. لذا الله میفرماید اینجا ببین درباره رسول الله است، از رسول الله کی میتونه بالاتر و افضلتر باشه؟ سید اولاد آدم، امام انبیاء و خلاصه تمام موجودات. این پیامبر را الله عزوجل میفرماید تو این گونه اعلام کن، قل انما انا بشر مثلکم، ای محمد بگو جزی نیست که من بشری هستم مثل شما، اما فرق نبوته، یوحا الی، به من وحی میشه. اما اون وحی و خلاصه وحی چیه؟ ببینید خلاصه کل قرآن، خلاصه وحی الهی، انما الهکم اله واحد، اینکه معبود شما معبود یگانه هست. بعضی همیشه به ما میگن هیچ چی شما بلد نیستی بغیر از این توحید. مسائل دیگه هم هست، آخه جامعه مشکل داره، ولی درسته، مشکل اصلی اینه. خلاصه کل قرآن، خود قرآن میگه خلاصه وحی رسول الله، خلاصه پیام هایی که خدا به وسیله رسول الله فرستاد. تا 13 سال در زندگی مکی هیچ عبادتی را خدا نگفت انجام بدید، بری زکات بدید، بری روزه بگیرید، بری حج کنید، نه، جهاد کنید، حجاب کنید، هیچ یک را، فقط خدا را یگانه بدانید. خیلی مهمه. فقط و فقط در زندگی مکی نماز فرض شد که نماز هم مظهر عبدیت بود و مظهر توحیده، یعنی تو نشون میدی که من بنده او هستم. پس خلاصه تمام قرآن و خلاصه تعلیمات تمام انبیاء الهی همینه، انما الهکم اله واحد. این از اون کمالات است. گفتیم که اگر همه بیان بنویسن کلمات رب را، کمالات رب را، یکی از اونها اینه، الهکم اله واحد. فمن کان یرجو لقاء ربه، الله می فرماید هر کسی که اعتقادی دارد و امیدی دارد به ملاقات رب، فردای قیامت میخواد خدا را ببیند و در محضر رب حاضر بشه، اون 2 کار بکنه. یکی ایمان، شرک نکند با خدا، ایمان به توحید یعنی شرک نکند. دوم بعد از ایمان عمل صالح، اذا فلیعمل عملا صالحا، عمل کند عمل صالح، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و شریک نگیرد با عبادت رب احدی را، یعنی با خدا در عبادت کسی را شریک نسازد.
تعریف عبادت را ببینید. ما تو سوره فاتحه میخوانیم ایاک نعبد، خدای فقط تو را ما عبادت میکنیم. عبادت چه عبادت زبانی باشه، نام خدا را ذکر میکنی، ورد میکنی، الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، دیگه نام غیر الله را به ورد زبان نکن. عبادت چه عبادت بدنی باشه، برای خدا رکوع، برای خدا سجده، برای خدا طواف، تمام عبادت ها و در رأس اینها دعا، الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده. برای غیر خدا نکن، غیر خدا را صدا نزن به عنوان دعا، از او کمک نخواه که این میشه عبادت او. و سوم عبادت مالی، برای خدا نظر و نیاز، برای خدا خیرات کردن، عرض کنم که نان پختن و تقسیم کردن برای رضای خدا، آش دادن برای رضای خدا، شربت دادن برای رضای خدا. برای رضای خدا بله، ولی نه برای رضای غیر خدا. اگر برای رضای خدا برای خوشنودی فلان شخص، این میشه عبادت اون شخص. اذا انسان نمیدونه معنی عبادت را، میگه من عبادت نمی کنم غیر خدا را، ولی ناخواسته عبادت میکنه. باید از این مسائل آگاه باشیم، متوجه باشیم تا ایمان ما ایمانی که خالص باشد، از آمیزش شرک پاک باشد. الله تعالی همه من و شما را مؤمن واقعی بگرداند. الحمدلله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. پروردگارا اله العالمین، تو لایق تعریف هستی آنگونه که خودت را در قرآن تعریف کردی، آنگونه که خودت از خودت تعریف کردی، صفت خودت را بیان کردی. ما عاجزی، ما قاصری، ما بندگان از فهم و درک بسیاری از مطالب قاصر هستیم. پروردگارا اله العالمین، در دل ما، در قلب ما، در رگ و ریشه ما عظمتت را، معرفتت را، صفتت را آنگونه که لایق تو هست قرار بده. پروردگارا یا رب، محبت خودت را در اعماق قلب همه مؤمنین جای بده. چنان محبتت و چنان عظمت در دل بیاید که ذره خلاف دستور تو را نکنیم. چنان عظمت و هیبت بر ما طاری بشه که دست از پا خطا نکنیم، برای اندکی هم تو را نافرمانی نکنیم، برای لحظه یسیری هم از تو غافل و فراموش نباشیم. پروردگارا ایمان را آنگونه که حق است در اعماق قلب ما جای بده، توحید را آنگونه که حق توحید است در دل ما جای بده، عظمتت را آنگونه که حق است و محبتت را در دل و در رگ و ریشه ما جای بده. و ما را بندگانی که محب خدا هستند، ربشون را دوست دارند و بر اساس اون دوستی اطاعت می کنند، فرمان می برند. پروردگار ما را از اون بندگان قرار بده و تو هم ما را دوست بدار. تو فرمودی که محبوب من قرار میگیرید اگر رسول من را اطاعت کنید. یحببکم الله. پروردگارا ما را هم محب قرار بده و هم محبوب قرار بده. چنان بندگانی باشیم که مولا ما را دوست داشته باشد و مولا از ما راضی باشد. پروردگار از ما راضی باش، از ما خوشنود باش. اون ایمانی،
و اون عملی که تو را خوشنود می کند، تو را راضی می کند، نصیب ما بگردان. پروردگار ما را ببخش، کوتاهی ها و ضعف های ما را اله العالمین نادیده بگیر و از سر تقصیر ما درگذر باش. اله العالمین تو عفوی، عفو را دوست داری، ما را معاف بفرما، صغائر و کبائر ما را معاف بفرما و مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات همه عزیزان ما را حل بفرما، مشکلات این بندگانت را که تو از قلبشون خبر داری، تو از درونشون میدونی، مشکلات همه اینها را حل بفرما. تمام عزیزانی که سفارش برای دعا کردن، از دور یا نزدیک، از حلقه ها، از این حلقه درس یا از جاهای دیگه، از بیمارستان ها، از زندان ها، از شهرهای دیگه، حتی از کشورهای دیگه، بسیاری از برادرانی که این درس را گوش میکنن تقاضای دعا کردن. پروردگارا حاجات همه را برآورده بفرما، مشکلات همه را دور بگردان، به همه ایمان و عمل صالح و جنت فردوس نصیب بگردان، رضایت خودت را شامل همه بگردان. یا رب گذشتگان ما را مغفرت بفرما، اساتید ما را، مشایخ ما را، اون بزرگوارانی را که ما امروز در مسند درس اونها نشستی و داریم ادای اونها را در میاریم. پروردگار بهترین رحمت ها را بر اونها بباران، ارواحشون را شاد بگردان. پدران ما را، مادران ما را، عزیزانی که از دست دادیم، تمام مردمی که در گذشته ما در این حلقه ها و در این مجالس با ما بودن، در این مساجد با ما بودن، امروز نیست، همه را غریق رحمت بفرما، آخرت همه را آباد بگردان. یا ربی اولادان را اولاد بده، یا الله اونهایی که اولاد دارن صالح و نیک بگردان، اولاد همه ما را دیندار بگردان، معاش و معاد اولاد و جوانان ما را درست دنیا و آخرتشون را اصلاح بکن. یا الله فرجی برای جوانان ما بیار که بسیار برای ما سخت میشه، میبینیم در راهایی که اون راههای درستی هم نیستن، چگونه پرپر میشن و جان میدن، برای یک گالون گازوئیل چگونه تمام بدنشون جزغاله میشه و زغال میشه. پروردگارا این وضعیت ما را خاتمه بده و برای مردم ما، برای جوانان ما فرج بیار، رزق واسع نصیب بگردان و ایمان کامل نصیب بگردان، تقوا و خدا ترسی نصیب بگردان، همه مشکلات ما را حل بفرما، خاتمه ما را با ایمان بگردان، جوانان و دختران دم بخت را به مرادشان برسان، زوج صالحی برایشان انتخاب بگردان. یا الله یا رب اونهایی که تقاضای دعا کردن یا نکردن، تو بر اونها لطف بفرما و این دعای شکسته و دعای ما را برای اونها و برای همه قبول بفرما، مشکلات همه را حل بفرما، خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.